سلام عرض ادب خدمت همه هوادارا و عزیزان. اینو بگم دستم؟ چی بگم؟ من 021 بخشی هستم، همون که موز میخوره آویزون یه دست. خب مردم عوام میگن پشتک ولی پارکور. من زهرا کریمی ام، بازیکن تیم ملی کبدی ایران. نینجای مدرن ساختیم. من محمد مرادی هستم، ملقب به فیری. من دارم میخندم، جدی نگرفتمش. من فریبا فرجی پورم، مربی تیم دختران نینجا. این 20 عجیبن. من ایمان خالقی هستم. خیلی باحاله. مبارزه هم نه، ما میگیم مبارزه، ولی مثل امریکن نینجا یه سری آیتمه، یه سری موانع هست، یه سری کششی هست، کارهای قدرتی فکری. نوکرتم. الان ضبط برنامه بازمانده است. من هاشم بکزاده هستم، بازیکن اسفق نچندان دور استقلال و تیم ملی. الان توی یه جزیره هستیم، اومدیم که یه برنامه خیلی خفن درست کنیم. امیدوارم که بهتره که و مردم خیلی خوششون بیاد. و بعدش منم میخوام از درخت برم بالا بپرم پایین و این داستانو دیگه چند تا صحنه خفن با هم بگیریم. با ما همراه باشید.